از وقتی میاده اسم دهمو مسو سوالد که از کاشانده سیچه چاه توز از هر که مپرسی هر که یک چیزی دربارش نکل شکه بشته گشمده بشته اون پرسی ازشو و هر چی شنگود کنار هم منه ولی خیلی زود اون فهمی جواب قطعی نی نکلیای الان همش از نکلیایی هسته که نسل به نسل تا اروزانده سی همین تصمیمم گلته یکی از همین نکلیا از زبان یه گپتهی بنسم نه سی این که بگم حقیقت دقیقا همینه فقط سی این که این نکلیا قبل از این که ممیادو چه بشنوی ارزبه چاتوس یک کریه در حدود 20 کیلومتری به شهرستان خنج واقع بوده. چاتوس در اصل به طوری که کتب‌های قدیمی هسته اگه یک پادشاهی بوده به نام پادشاه توس نوذر. پادشاه توس نوذر در زمانی که خلاصه من که آتونده یک در گشت بوده یک چای مکاجدتی و این چانا مشهور بوده به چای توس نوذر. توس نوذر پادشاه بوده. حالا یا مثلا پادشاه اسمش توس نوذر بوده یا پسیش بوده به نام توس منده یا نو مدت های اگذری بعد های کم 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 چای ودمونی و بعد خراب به بعد درست رکنت بعد شگت چاه توس و این یه چیزیه که ما مشنفته در حقیقتش و این یادداشت انشالله بمانی برای بعدها. خدا حفظ بکن انشالله سالم و تندرست بی.